سیمخانه روشن و برهوا و گرم چنین تصویر کردند مکتب آرزوهای خود را در رسم نورسان دهه قزگف، دهه در 110 کیلومتری دوشنبه که در 4 فصل سال برق ندارد و خوانندگان هم مجبورند در سیمخانه های تاریک و سردی مکتب ده با لباس غفص و ناراحت درس خوانند. ما می‌خواهیم که نیروی آفتاب با ما روشنایی می‌دهد و کار ما و مشکل آسان می‌شود. خواندن ما هم خوب می‌شود وقتی روشنی باشد. می‌خواهم نیروی آفتابی باشد. روشنی شود مکتب ما. من می‌خواهم که مکتب ما گرم شود. مکتب 87 دهه قزگف 130 خواننده دارد و در بلندی 2000 متر از سطح بحر در دره رومی جایگیر است. مردم آن با استفاده از گنراتورهای دیزلی خانه‌های خود را روشن می‌کنند. این حوله سیرنا یکی از مهمانخانه‌های با نفوذ شهر دوشنبه است. گروه جوانان معرکه خیریوی مکتب آفتابی را به راه ماندند که هدفش جمع‌آوری پول بطاری آفتابی به مکتب دهه قزگف است. ما به خاطر این مکتب را انتخاب کردیم که در آن عادی‌ترین شرایط برای تحصیل نیست. در فصل سرما برق و گرمی ندارند کودکان. ما خواستیم تا کودکان در شرایط بهتر تحصیل کنند. امینه خواننده دوشنبهگی از وضع همسالانش در مکتب قزگف از نقل پدرش شنیده است. می‌خواهد با فروش رسمش در بهبود یافتن وضع همسالان خود سهم گذارد. Чтобы помочь детям, я нарисовала этот рисунок. تشبثکاران دوام 40 روز جامعه را برای کمک به این مکتب دعوت خواهند کرد. آنها همچنین تصمیم دارند دقت اتحاد و سازمان‌های داخلی و خارجی را هم به این مشکل و معرکه خود جلب کنند. در این مدت ما باید $8000 جمع آوریم. اگر موفق شویم این پول ما 1 برابر زیاد می شود. یعنی از جانب هماهنگسازی سازمان ملل متحد در خرواتیا $8000 دیگر به مبلغ ما اضافه می کنند. روشن و گرم کردن مکتب قزگف یگانه هدف معرکه مکتب آفتابی نیست. با این راه تشبثکاران می خواهند در آینده تمام مکتب‌های بی‌برق کشور را با روشنایی تامین کنند. هنگام به اتمام رسیدن این لایحه ما به نقشه داریم که دیگر لایحه‌ها را به پیش بریم با استفاده همین گونه تکنولوژی‌ها. دقیق نیست که چه تعداد از خوانندگان در تاجیکستان مثل طالب علمان مکتب قزگف تمام سال تحصیل در تاریکی درس می‌خوانند. سیمخانه‌های اکثر مؤسسه‌های تعلیمی در منطقه‌های کشور مخصوصاً در فصل سرما محدودیت برق دارند و توسط بخاری‌های بابایی گرم کرده می‌شوند.